سلام دوستان، به کانال دلگرام خیلی خوش اومدین. شما بیننده و شنونده یه داستان عاشقانه دیگه از کانال دلگرام هستین. امیدوارم مثل کانال جنایی گرام توی این کانال هم ازمون حمایت کنین. با ما همراه باشین. سلام، من میثمم. 24 سالم و توی خانواده مایه‌دار توی تهران به دنیا آمدم. خب بذار یکم براتون از خودم بگم. از اون بچه‌هایی بودم که همیشه هر چیزی که دلم می‌خواست جلوم آماده بود. اسباب بازی خارجی، سفرهای خارجی، مدرسه‌های خفن و اینجور چیزا. ولی راستش این زندگی راحت همیشه اونجوری که فکر میکنید جذاب و بی دردسر نیست. وقتی توی خانواده پولدار بزرگ میشی، انگار همیشه یه سری انتظارات سنگین رو دوشت هست. مردم فکر میکنن تو باید تو هر چیزی بهترین باشی چون پولش هست. ولی خب زندگی همیشه اونجوری که بقیه میبینن نیستش. مثلا من همیشه حس میکردم باید به بقیه ثابت کنم که چیزی بیشتر از پول خانواده‌ام دارم. حالا بگذریم از اینا. میدونی چیه؟ من عاشق ماشین بازیم. از کوچیکی عشق ماشین داشتم. از اون بچه‌هایی که از روی صدای موتور ماشینا مارکشون رو تشخیص میدن. الانم یه ماشین خفن دارم که کلی بهش میرسم. ولی چیزی که این سال یاد گرفتم اینه که خوشبختی فقط تو پول ماشین و اینجور چیزا خلاصه نمیشه. یه دوست خیلی پایه و رفیق خوب به اسم ماهانم دارم. از اون دوستایی که از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم. قشنگ مثل برادر. ماهانم وضع مالیش خوب بود. هم تهرانی بودن هم شمالی. یعنی رگ و ریشه‌شون واسه یکی از اون شهرهای سرسبز و خوش آب و هوای شمالی بود. ماهان یه شخصیت خیلی خاص داره. همیشه یه جورای متعادل‌تر از من بود. شاید چون خانواده‌شون یه جورای سنتی تر بودن و اون اصالت شمالیشون همیشه توی خانواده‌شون پررنگ بود. یه بار که رفته بودم خونه‌شون توی شمال، یادم مامان بزرگش با اون لهجه شیرین شمالیش هی برام ماهی تازه درست می‌کرد. اصلا یه حال و هوای دیگه‌ای بود اونجا. برای کنکور واقعا جون کندم. قشنگ هر چی در توانم بوده گذاشتم وسط. ولی خب تهران قبول نشدم. راستش خیلی ناامید شده بودم. از اون طرف ماهان که اصلا درس خون نبود، یه جوری همون حداقل تلاششو کرد و آخر سر جفتمون توی دانشگاه توی شمال قبول شدیم. واسه ماهان خیلی خوب شد چون اونجا تقریبا وطن خودش بود و میتونست پیش خانواده‌اش بمونه. ولی من چی؟ مجبور شدم واسه دانشگاه خونه بگیرم چون نمیشد هر روز این همه راهو برم و برگردم. از طرفی خوابگاهم نمیخواستم بمونه. وقتی به ماهان گفتم که دارم دنبال خونه میگردم، با اون معرفت خاصش گفت ببین اگه قرار خونه بگیری بیا با هم دیگه شریکی اجاره کرایه میکنیم. اینجوری هم خرج کمتری میکنیم هم بیشتر حال میکنیم. راستش این پیشنهادش خیلی بهم چسبید چون هم تنها نمیموندم هم با کسی که از بچگی باش بزرگ شده بودم زیر یه سقف میموندم. خلاصه رفتیم دوتایی خونه جمع و جور رو با صفا پیدا کردیم. نه خیلی خفن ولی دلباز و پر از حس خوب. اولش یکم سخت بود که زندگی مستقل و دور از خانواده رو تجربه کنم، ولی ماهان واقعا بهم کمک کرد. اون حس غربتی که از اولش داشتم با بودنش خیلی کمتر شد. دانشگاه که شروع شد، ترم اول خیلی خوب پیش رفت. همه چیز روی روال بود. درس‌ها رو می‌خوندم و با بچه‌ها میچرخیدیم و زندگی دانشجویی داشت آروم و بی‌دردسر برام میگذشت. ولی خب انگار سرنوشت یه نقشه دیگه‌ای برام داشت. اول ترم دوم بود که یه روز مثل همیشه توی حیاط دانشگاه داشتم با ماهان میگشتم و حرف میزدیم. یهو چشم افتاد به یه دختری که از دور داشت رد میشد. نمیدونم چی شد ولی قشنگ حس کردم دلم یه لحظه لرزید. از اون لرزیدنایی که انگار همه چی دور و برت توی یه لحظه اسلوموشن میشه. یه دختر ساده و آروم بود ولی یه جوری بود که نمیشد ازش چشم برداری. نه فقط قیافش، یه چیزی توی نگاهش بود که انگار داشت یه دنیا داستان با خودش می آورد. ماهان سری فهمید که چه خبره. با اون خندش گفت میثم داداش چی شد؟ قفلی زدی؟ من که داشتم از خجالت آب میشدم گفتم هیچی بابا بریم. ولی راستشو بخوای اون هیچی بابا هیچی نبود. از همون لحظه اون دختر یه گوشه توی ذهنم نشست و دیگه هم بیرون نمیرفت. چند روز طول کشید تا بالاخره تونستم بفهمم که کیه. اسمش نگار بود. یه دختر باحال خوش برخورد ولی انگار خیلی هم اهل جمع و شلوغی نبود. خلاصه از اونجا بود که داستان ما شروع شد و همین توجه به نگار کم کم تمرکزم از درس و دانشگاه گرفت. از اون روزی که دیدمش دیگه خبری ازش نشد. یه حالت عجیبی داشتم. انگار یه چیزی توی دلم گم شده بود و فقط با دیدن اون میتونستم پیداش کنم.
یه روز ظهر با ماهان از سالن ناهارخوری اومدیم بیرون. ماهان طبق معمول داشت شوخی میکرد و حرف میزد، ولی ذهن من هزار جا بود. کلاسمون با هم دیگه فرق داشت. اون رفت سمت کلاس خودش و منم خداحافظی کردم و با عجله راه افتادم سمت پله‌ها که برسم به طبقه دوم. کلاسم داشت شروع میشد و نمیخواستم دیر برسم، تا اینکه یهو توی راه پله‌ها دیدمش. انگار دنیا دوباره برام وایساد. همون دختری که 2 هفته تمام فکرمو پر کرده بود درست جلوی من بود. داشت آروم از پله‌ها میومد پایین. انگار عجله‌ای هم نداشت. منم قفل کرده بودم روش. نمیتونستم چیزی بگم، نه حتی حرکت کنم. فقط نگاهم قفل شده بود بهش. اونم انگار یه چیزی توی دلش بود. یه لحظه نگام کرد. بعدش هم سرش انداخت پایین و رفت. ولی تو همون یه نگاه قشنگ میشد حس کرد که یه چیزی توی دلش هست. شاید خجالت میکشید یا نمیخواست چیزی رو بروز بده. اما اون لبخند کوچیکی که گوشه لبش بود همه چیزو لو میداد. اون روز قشنگ همه چی از دستم در رفته بود. رفتم سر کلاس. نشستم سر جام. ولی اصلا نمیفهمیدم استاد داره چی میگه. انگار همه حرفاش برام مثل یه صدای مبهم پس زمینه بود. فقط نگار توی فکرم بود. هرچی سعی میکردم ذهنمو متمرکز کنم نمیشد. مدام اون لحظه‌ای که از کنار هم رد شدیم و نگاهمون برای یه ثانیه قفل شد مثل یه فیلم کوتاه توی ذهنم پخش میشد. با خودم میگفتم میثم چرا چیزی نگفتی؟ چرا همون لحظه سر صحبتو باش باز نکردی؟ شاید دیگه نبینیش. بعدش خیال پردازیم شروع شد. تو ذهنم 1000 بار اون صحنه رو تصور میکردم که چطوری میتونم بهش بگم که میخوام باهات آشنا بشم. ولی هر بار که به واقعیت برمیگشتم خجالت و تردید مثل یه سد جلوی روم وای میستاد. تا آخر کلاس فقط به این فکر میکردم که یه فرصت دیگه پیدا کنم. یه بار دیگه که بتونم ببینمش و این دفعه جرأت کنم حرف بزنم. اما راستش نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. این حس عجیب و شیرین مثل یه معما شده بود که دلم میخواست هر جوری شده حلش کنم. کلاس که تموم شد قشنگ داشتم خفه میشدم از این همه فکر و خیال. تو مسیر برگشت تا خونه دیگه طاقت نیاوردم و همه چیزو ریختم بیرون. داستان نگار رو واسه ماهان تعریف کردم و اونم با دقت گوش میداد و آخرش زد زیر خنده و گفت میثم خودتو اذیت نکن. ببین اگه این حسو داری باید بری حرف دلتو بهش بزنی. این همه فکر و خیالم کاملا بیفایده است. بدترین حالتش هم اینه که میگه نه، ولی حداقل تکلیفت روشن میشه. تازه از نگاهش هم که میگی معلومه اونم یه حسی بهت داره. چرا معطل میکنی؟ منم گفتم آخه ماهان چی بگم بهش؟ چطوری شروع کنم؟ ماهان که همیشه با اعتماد به نفس بود گفت ببین ساده و مستقیم باش. لازم نیست کتاب داستان بنویسی. اگه دوباره دیدیش برو جلو با خونسردی یه احوال پرسی ساده باش بکن. کم کم فضا باز میشه و میتونی بهش بگی که دوست داری بیشتر با هم دیگه آشنا بشین. همین. حرفاش منطقی بود، ولی خب برای کسی که خودش توی موقعیت نیست گفتنش خیلی راحته. اما از طرف دیگه راستم میگفت. اگه کاری نمیکردم این حس بلا تکلیفی دیوونم میکرد. تصمیم گرفتم اگه دوباره دیدمش شجاعت به خرج بدم و این بار از فرصت استفاده کنم. ولی ته دلم هنوز یه استرس عجیبی بود. هم از اینکه چی میگه، هم از اینکه اصلا نکنه دوباره نبینمش. فردای اون روز وقتی با ماهان وارد حیاط دانشگاه شدیم دوباره قفل کردم. نگار اونجا نشسته بود. یه گوشه حیاط. سرش هم توی کتابش بود. انگار دنیا بازم یه فرصت بهم داده بود. ماهان سریع متوجه شد و با یه نیشخند بهم گفت میثم دیگه این همون لحظه است. برو حرفتو بزن. اما من دوباره خشکم زده بود. هرچی این پا اون پا می‌کردم دیدم اصلا روم نمیشه برم جلو. استرس قشنگ توی تمام بدنم موج میزد. با خودم میگفتم اگه ضایعم کنه چی؟ اگه اصلا حوصله نداشته باشه حرف بزنه چی؟ ماهان که دید من اینجوری مثل آدمای گیج وایسادم شروع کرد غر زدن. داداش داری چی کار میکنی؟ مگه چقدر میخوای صبر کنی؟ برو دیگه. ولی خب من نمیتونستم. آخرش هم بعد از کلی خواهش و تمنا به ماهان گفتم داداش تو برو یه چیزی بهش بگو. تو برو یه جوری شروع کن تا من بعدش بتونم ادامه بدم. ماهان اولش حسابی غر زد. میثم مگه تو بچه 2 ساله‌ای که من به جات برم حرف بزنم؟ ولی دید حریفم نمیشه. آخرشم با یه نگاه از سر ناچاری گفت باشه من میرم. ولی این بار رو فقط برات انجام میدم. بعدش خودت باید قضیه رو جمع کنی. راه افتاد و رفت سمت نگار. منم از دور فقط نگاه میکردم که ببینم چی میشه. استرس داشتم ولی یه جورای خوشحالم بودم که بالاخره یه قدمی برداشته میشه. ماهان رفت جلو. دیگه نمیدونستم نتیجهش چی میشه. قلبم قشنگ داشت میکوبید به قفسه سینه‌ام.
ماهان که رفت سمت نگار، من چند قدمی نزدیکشون ایستادم و قشنگ استرس توی تک تک سلولام موج میزد. اونقدر نزدیک بودم که میتونستم حرفاشونو بشنوم. ماهان با خونسردی همیشگیش گفت سلام. نگار سرشو بلند کرد و لبخندی زد و خیلی مؤدب جواب سلامشو داد. ماهان بدون اینکه معطل کنه گفت میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ نگارم با همون لحن آروم و متینش جواب داد بله خواهش میکنم. اینجا بود که ماهان شروع کرد قشنگ صاف تو چشم نگار نگاه کرد و گفت راستش موضوع از این قراره که دوست من چند وقتی از شما خیلی خوشش میاد. نگار یه لحظه سرشو کمی کج کرد. انگار که هم کنجکاو شده بود هم یکم تعجب کرده بود. ماهان ادامه داد ولی آدم خیلی خجالتیه. روش نمیشد که بیاد مستقیم با شما حرف بزنه. واسه همین از من خواست که بیام موضوع رو با شما مطرح کنم. نگار یه لحظه مکث کرد. چهرهش یه جورایی ترکیبی از خجالت و کنجکاوی بود. از اون نگاهایی که انگار هزار تا فکر توی سرش میگذره. اون لحظه نمیدونستم نگار چی میگه، ولی همین که تا اینجا پیش رفته بودیم خودش یه دنیا ارزش داشت. منتظر بودم ببینم واکنشش چیه. وقتی حرفای ماهان تموم شد، نگار یه لحظه سرشو برگردوند و منو نگاه کرد. اون نگاهش انگار داشت به من میگفت که متوجه شده قضیه جدیه. بعدش دوباره برگشت سمت ماهان و خیلی محترمانه بهش گفت بهتر بود خودشون می اومدن برای صحبت کردن. همین جمله رو گفت و بعد با یه لبخند کوتاه و یه عذرخواهی از جاش بلند شد و رفت. قشنگ دنیا روی سرم خراب شد. مونده بودم چیکار کنم. ماهانم برگشت طرف من و اخماش تو هم بود و گفت دیدی بهت گفتم بهتر خودت بری باش صحبت کنی. بیا الان خوب شد. من که لبام آویزون شده بود فقط نگاش کردم. نه حرفی داشتم نه جوابی. ماهان که دید حالم گرفته شده یه دستی زد به شونم و گفت داداش ناراحت نشو. اگه واقعا میخوایش باید تلاشتو بکنی. از اینجور اتفاقا نباید دل سرد بشی. همین که برگشت نگاهت کرد یعنی قضیه براش مهمه. حالا خودت یه بار درست حسابی باش حرف بزن. چیزی ازت کم نمیشه. حرفاش یکم آرومم کرد ولی ته دلم هنوز پر از حس تردید و ترس بود. با این حال فهمیدم که نگار یه آدمیه که ارزش اینو داره برای رسیدن بهش بجنگم. باید یه جوری شجاعتشو پیدا میکردم تا این بار خودم باش حرف بزنم. حالا باید یه فرصت جدید پیدا میکردم. یه هفته گذشت و نگار رو توی دانشگاه ندیدم. هر روز تو حیاط، تو سالن یا حتی توی کتابخونه دنبالش میگشتم ولی انگار غیب شده بود. تا اینکه یه روز بعد از کلاس توی کوچه دانشگاه دیدمش. داشت آروم آروم میرفت سمت ماشینش. همون لحظه قلبم دوباره شروع کرد به تند تپیدن. یه عالمه جمله توی ذهنم تمرین کرده بودم که اگه دیدمش چی بگم، ولی قشنگ همشون از ذهنم پاک شده بود. خیلی هول شده بودم ولی با خودم گفتم این دیگه تنها فرصتمه، نباید دستش بدم. سری قدمامو تند کردم و خودمو بهش رسوندم. از پشت صداش زدم و شروع کردم با سلام احوال پرسی. برگشت و با یه لبخند کوتاه خیلی مؤدب جواب سلاممو داد. اون لحظه قشنگ حس کردم دهنم خشک شده. با کلی استرس و صدای لرزون گفتم ببخشید مزاحمتون شدم. نگار با همون لحن آرومش گفت نه خواهش میکنم بفرمایید. دستام میلرزید ولی دستمو کردم توی جیبم و کارتمو درآوردم بهش دادم. گفتم راستش خیلی دوست دارم بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. نگار یه لحظه به کارت نگاه کرد و بعد نگاهشو دوباره به چشمام دوخت. انگار داشت فکر میکرد که چی باید بگه. من که از استرس قشنگ حس میکردم زمین زیر پام داره میلرزه. منتظر عکس‌العملش بودم. اون لحظه فقط چند ثانیه طول کشید ولی برای من مثل یه عمر گذشت. نگار کارتمو گرفت و آروم گفت باشه ممنون بهش فکر میکنم. بعد با همون خونسردی رفت سمت ماشینش و سوار شد و رفت. من همونجا خشکم زده بود ولی ته دلم یه حس عجیب از امید و ترس با هم دیگه داشتم. اون روز ماهان نیومده بود دانشگاه. وقتی برگشتم خونه دلم نمیخواست چیزی رو پنهون کنم. واسه همین سریع کل ماجرا رو براش تعریف کردم. ماهان با شنیدن حرفام یه لبخند بلند زد و گفت آفرین داداش، دیدی بالاخره تونستی به ترست غلبه کنی؟ اصلا همین که شجاعتش رو پیدا کردی خودش یه دنیا ارزش داره. حالا تکلیفت روشن و دیگه مثل قبل بلا تکلیف نیستی. من که هنوز استرس توی دلم بود گفتم آره ولی هنوز نمیدونم چی میشه. اگه زنگ نزنه چی؟ اگه اصلا نخواد آشنا بشه چی؟ ماهان با همون لحن پر از انرژیش گفت بی خیال این حرفا. تو کارتو کردی. حالا نوبت اونه که تصمیم بگیره. اگه زنگ زد که خب عالی. اگه نزدم حداقل میدونی که تلاشتو کردی و بعدن حسرتشو نمیخوری. به هر حال این اولین قدم بود. حرفاش یکم آرومم کرد ولی ته دلم هنوز پر از فکر و خیال بود.
از یه طرف خوشحال بودم که حرفمو زدم و بالاخره یه حرکتی کردم. از طرف دیگه نگران بودم که جوابش چی میشه. اون شب با همه استرسی که داشتم یه حس عجیب از امید توی وجودم بود. حالا فقط باید صبر میکردم که ببینم چی پیش میاد. ماهان راست میگفت. تکلیفم روشن شده بود و این خودش یه حس خوب بود. یه هفته از اون روز گذشته بود و دیگه تقریبا داشتم امیدم رو از دست میدادم. هر روز چشمم به گوشی بود ولی خبری نمیشد. از اون طرف امتحانات ترمم هم افتضاح داده بودم. قشنگ حس میکردم دنیا روی سرم خراب شده. مشروط شده بودم و اصلا دل و دماغ هیچی نداشتم. برای یکم حال هوا عوض کردن اومدم تهران که چند روز پیش خانواده‌ام باشم. تازه رسیده بودم و بعد شام رفتم توی اتاقم که یکم استراحت کنم. هنوز درست روی تختم جاگیر نشده بودم که گوشیم صدا داد. اولش فکر کردم پیغام تبلیغاتیه به یکی از دوستام، ولی وقتی صفحه گوشیمو نگاه کردم دیدم یه شماره تلفن ناشناسه. بازش کردم و چشامو دوباره مالیدم که مطمئن بشم دارم درست میبینم. تو پیام نوشته بود: سلام، من نگارم. اون لحظه قشنگ قلبم از جا کنده شد. از جام بلند شدم و نشستم. انگار خواب میدیدم. چند بار پیامو خوندم تا مطمئن بشم درست متوجه شدم. از یه طرف خوشحال بودم، از طرف دیگه دست و پام قشنگ گره خورده بود. نمیدونستم چی باید جواب بدم. یکم طول کشید که آروم شم. هزار تا فکر توی ذهنم رد شد. بعدش یه نفس عمیق کشیدم و با کلی دقت شروع کردم به تایپ کردن جواب. صحبتمون شروع شد و از همون چند تا جمله اول فهمیدم که نگار خیلی بیشتر از چیزی که تصور میکردم دختر خوب و دوست داشتنیه. یه جورایی یه آرامش خاص توی حرف زدنش بود. همون چیزی که همیشه دنبالش بودم. از اون آدمایی بود که نه تنها خوشگله بلکه شخصیتش هم قشنگ آدمو جذب میکرد. واقعا از همون لحظه اول حس کردم که خوششانسم که این فرصت برام پیش اومده. هرچی بیشتر حرف میزدیم بیشتر میفهمیدم که چقدر خاصه. شوخ طبع بود و منطقی حرف میزد. یه مهربونی هم توی لحنش بود که دل آدمو میبرد. قشنگ از اون دخترایی که هر پسری آرزوشو داره. حرفمون اون شب کلی طول کشید. انگار دلمون نمیخواست مکالممون تموم بشه. هرچی میگذشت بیشتر احساس نزدیکی میکردم. آخر صحبتمون بهش گفتم راستی هفته دیگه که برگشتم شمال میشه ببینمت؟ یه لحظه مکث کرد ولی بعدش با یه لحن آروم و مهربون گفت باشه، چرا که نه. اون لحظه انگار دنیا رو بهم داده بودن. قشنگ حس میکردم که روی ابرام. بعد از اون همه استرس و بلا تکلیفی بالاخره یه روزنه امید پیدا شده بود. اون شب با یه لبخند بزرگ خوابیدم و از اون لحظه فقط منتظر بودم برگردم شمال رو ببینمش. حالا دیگه حس میکردم همه چیز داره درست میشه. بالاخره روز موعود رسید. از صبح که بیدار شدم یه حس عجیب توی دلم بود. استرس و هیجان قاطی هم شده بود. ولی بیشتر از همه خوشحال بودم که بالاخره قرار نگار رو ببینم. توی مدتی که با هم دیگه حرف زده بودیم فهمیده بودم که خیلی از گل خوشش میاد. برای همین قبل از اینکه برم رفتم یه گل فروشی و چند تا شاخه گل خوشرنگ و خوشبو گرفتم. بعدش هم حسابی به خودم رسیدم و لباس مرتب پوشیدم و یه عطر خوبم زدم. رسیدم به محل قرارمون. وقتی نگار اومد ساده و زیبا بود، همون جوری که همیشه تصور می‌کردم. وقتی گلا رو بهش دادم از دیدنشون حسابی ذوق کرد. بعدش هم با هم رفتیم به یه رستوران محلی که نگار از قبل بهم پیشنهاد داده بود. رستوران توی جای سرسبز و آروم بود با یه منظره محشر. از اون جایی که فقط نگاه کردن به منظرش آدمو آروم میکنه. نشستیم و غذا سفارش دادیم و تو اون فضای آروم و دلنشین شروع کردیم به حرف زدن. همه چیز عالی بود. نگار با حرفاش و خنده‌هاش و اون آرامش خاصش قشنگ ثابت کرد که انتخابم درست بوده. 6 ماه از اون روز گذشت و هر روزی که میگذشت بیشتر و بیشتر عاشق نگار میشدم. دیگه مطمئن شده بودم که این همون دختریه که دنبالش بودم. همون کسیه که میخوام بقیه زندگیمو باش بگذرونم. نگار فقط یه همراه نبود، یه تکیه‌گاه بود. کسی که بودنش قشنگی زندگی رو چند برابر میکرد. یه روز به خودم گفتم میسم دیگه وقتشه. باید اینو به خانواده‌ات در میون بذاری. راستش یکم استرس داشتم که واکنششون چی میتونه باشه. ولی وقتی بهشون گفتم نه تنها مخالفت نکردن بلکه خیلی هم خوشحال شدن. مادرم میگفت خیلی خوبه که یکی رو پیدا کردی که انقدر مطمئنی میخوای باش ازدواج کنی. بابا من با یه لبخند سر تکون داد و موافقتش رو اعلام کرد. بعدش قرار شد که برای خواستگاری رسمی بریم خونه نگارینا. روز خواستگاری که نزدیک شد قشنگ هیجان و استرس هم قاطی شده بود. همه چیز باید درست حسابی می بود.
با مادرم و خواهرم هماهنگ کردیم که چی ببریم و چی بپوشیم. حتی با مامانم هم مشورت کردم که چطوری برخورد کنم و چه حرفایی بزنم. حالا دیگه مطمئن بودم که قدم درستی برداشتم. نگار اون آرامشی که همیشه دنبالش بودم و به زندگیم آورده بود و حالا دیگه وقت اون رسیده بود که این رابطه رو به یه مرحله جدید و جدی برسونیم. روز خواستگاری از اون روزایی بود که هیچ وقت از یادم نمیره. همه چیز خیلی خوب و قشنگ پیش رفت. خانواده نگار فوق‌العاده صمیمی و مهربون بودن و از همون لحظه اول حس کردم که میتونم کنار این خانواده راحت باشم. بعد از کلی صحبت و گپ و گفت قرار مدارا رو هم گذاشتن. تو همین مدت ماهانم داستان خودشو داشت. اونم با یه دختر خوب تو دانشگاه آشنا شده بود که اسمش هانیه بود. هانیه خیلی دختر شیرین و باوقاری بود. انگار شخصیتش یه جورای مکمل ماهان بود. چون ما 4 تامون توی دانشگاه بودیم، نگار و هانیه هم خیلی زود با همدیگه صمیمی شدن. قشنگ از همون اولین برخورد انگار سالهاست که همدیگه رو میشناسن. بعدش هم با همدیگه یه اکیپ 4 نفره درست حسابی تشکیل دادیم. خیلی وقتا برنامه‌های 2 نفره و تفریحاتمون تبدیل شده بود به 4 تایی. از غذا خوردن تو رستوران گرفته تا کوهنوردی و گشت و گذار توی طبیعت شما. خاطرات این مدت واقعا پر از لحظه‌های قشنگ بود. نگار و هانیه قشنگ مثل خواهر شده بودن و من و ماهانم با هم دیگه کلی حال می‌کردیم که همه چیز انقدر خوب و عالی داره پیش میره. حالا دیگه نه فقط یه رابطه عاشقانه، بلکه یه جمع دوستانه عالی داشتم که روزامون رو پر از لحظه‌های موندگار می‌کرد. من و نگار تو دل برنامه‌های ازدواجمون بودیم. از انتخاب خونه گرفته تا جزئیات مراسم. هر روزی که میگذشت بیشتر حس می‌کردم که چقدر خوشبختم که این مسیر رو با کسی شروع کردم که قشنگتر از رویاهای منه. ماهان و هانیه هم حسابی پیشرفت کرده بودن. ماهانم بالاخره جدی شد و بعد از کلی شوخی و سر به سر گذاشتنهای خودش به هانیه پیشنهاد ازدواج داد. اونام توی مسیر تشکیل زندگی مشترک بودن. از تفریح و سفرهای 4 تایمون گرفته تا کمک کردن به همدیگه برای آماده شدن برای زندگی جدید. بالاخره اون روز خاص رسید. روز عروسیمون. یه مراسم مجلل گرفتیم. حالا زندگیمون توی مسیر جدید شروع شد. قصه مام شاید مثل همه عاشقان‌ها پر از فراز و نشیب بود، ولی یه چیز خاصی توش بود. باور به این که وقتی آدما برای چیزی که میخوان بجنگن، بالاخره دنیا بهشون کمک میکنه. ممنون ازتون که تا این لحظه همراهمون بودین. حتما نظراتتون رو پایین همین ویدیو برامون بنویسین. اگرم تا الان عضو کانالمون نشدین، لطفاً با عضویتتون ازمون حمایت کنین. شما میتونید با ارسال اتفاقاتی که برای شما یا اطرافیانتون افتاده به ما در ساختن ویدیوهای جدید کمک کنید. تا روایت داستان جدید با ما همراه باشین و مواظب خودتونم باشین.